ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما معاون رئیس شورای علمای دین ولایت استاد خواجه میر. استاد خوش آمدید میگم. و امروز ما همراه استاد تصمیم گرفتیم به موضوع احترام والدان یک صحبت داشته باشیم. راستی این موضوع هرگز کهنه نمی شود، اما موضوع داغ است، به خاطر آنه که این مسئله چون همیشگی گوییم کم است، به خاطر آن که مشکلات سر این موضوع زیاد است. ما حتی قانون ها قبول کردیم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و همچنین در کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تغییر علاوه ها وارد کردیم و فرزندان را نیز موظف کرده شد که برای والدان خودشان مهربانی کنند و در ایام پیرانسالی توانند که آنها را همراه خودشان باشند و نگاه و بین کنند. و استاد من میخواستم ما چیزی که گفتیم و مشکلاتی که امروز سر این موضوع میبینیم راستی مثل آینه، مثل آفتاب روشن است و من میخواستم در همین مسئله احترام والدان پیش از همه اسلام عزیز چی میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا احترام پدر و مادر، احترام والدین در اسلام بعد از عبادت الله موضوع دومین و اساسی ترین موضوع است. بله. خداوند در سوره نساء بیان میکند و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا، یا که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. در دیگر آیات های سوره های قرآنی پروردگار بعد از فرمان خودش به جا آوردن دومین بزرگترین کار، نیکترین کار، پسندیدترین کار در نزد الله این احترام پدر و مادر است. حتی خداوند بعد از عبادت خودش به جا آوردن و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا، الله به شریک نبیارید، عبادت الله را کنید. بعد از عبادت الله چی است؟ کلمه شهادت گفتن که اولین رکن اسلام است. بعد از بیان کردن اولین رکن اسلام دومین بزرگترین کار این نیکویی و پدر و مادر است. ببینید که خداوند در یک آیت نیکویی پدر و مادر را به عبادت خودش نزدیک کرده است. از این معلوم میشد است که یعنی احترام پدر و مادر در آیات های قرآنی و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از چیزهای اولین و مهمترین می باشند. الله سبحانه و تعالی کدام کاری که به منفعت انسانیت است البته انسانها را به همون کار دستور می دهد و کدام کاری که به زیان انسانیت است از همون کارها انسانها را چون میکند منع می سازد. از جمله همون بهترین کار که هم سبب نیکبختی این دنیا و هم آخرت می شود این احترام پدر و مادر است. پیش از حدیث ها گذاشتن درباره از نگاه اسلام مکافات احترام پدر و مادر چی است؟ مکافات مادامی که خداوند هر یک چیز دستور داده است بعد از به جا آوردن فرمان الهی و مکافات دارد. مکافات خیلی هم بزرگ دارد. از جمله همون مکافات ها یکم همین که آن فرزندی که احترام پدر و مادر به جا میبرد و پدر و مادر در حالت راضی بودن از همون فرزند از دنیا میروند و ایها خداوند وعده داده است که وی فرزندها من راضی میشم. پیغمبر خدا چی میگن؟ رضی الرب فی رضی الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. پیغمبر خدا در این دو چیزه به همدیگر یعنی پیوست کرده هستند. پیوست اول رضاگی الله را به رضاگی پدر و مادر و غضب خداوند به غضب پدر و مادر. یعنی کسانی که پدر و مادرشون راضی میشوند، از وی راضی هستند، از این بنده ها الله سبحانه و تعالی چی میشود؟ راضی بوده است. و در حالت عکس حال خدا نگاه دارد پدر و مادر اگر از فرزند ناراضی باشند، در حالت غضب باشند، پروردگار از چون فرزندها یعنی غضبناک بوده است.
این یکمین مکافات، بهترین مکافات. دومین مکافاتی که فرزندانی که پدر و مادر راضی میکنن، این هم قبول شدن دعای همون فرزند. در این باره یک قصه از حضرت عمر رضی الله عنه روایت میکنن. یک روز جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عمر را نزد خود دعوت کردند. گفتن که ای عمر، من به تو یک وصیت قیمت تری نمیکنم، این وصیت من در گوش دار، فراموش نکن. هرگز حضرت عمر این چیز فراموش نمیکردند، لیکن با از سبب مهم بودنش پیغمبر خدا حضرت عمر را چا کردند؟ تاکید کردند. تاکید پیغمبر با اون چیز دلالت میکنه که این چیزی مهم است. گفتن که از زمین یمن یک آدم می آید، نامش عامر ابن ویس القرنی المراده. عامر ابن ویس القرنی المراده از یمن می بیاید، لیکن تو هوای حرکت کن که پیدا کن دعای هوای گیر. که فضیلت حضرت عمر در کجا هست و فضیلت وی در حضرت عمر پدر عروس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که حضرت حفصه مادرمو دختر حضرت عمر هستند که این زوجه مبارک رسول الله. غیر از این در وصف حضرت عمر العمر فی الجنه، وقتی که حضرت عمر در کوچه میبیارن شیطان از عمر میگریزد. گفت بسیار وصفه. لیکن غیر از اینها حضرت عمر به یک شخصی که و حضرت عمر هم نمیشناسن و پیغمبر هم دیده که نیست، اما وصیت کردن که از هوای دعا گیر. حضرت عمر هر وقتی که در وقت حج و عمره از طرف یمن می آمدن، برآمده در راه می ایستاده، از همون آدم جستجو می کردن. وقتی که یک روز برآمدن، بعد از چندین سال از دنیا گذشتن پیغمبر، هم آدم رو پیدا کردن. پیدا کرده گفتن که تو لباس کفتت رو کش. لباس کفتش رو کشید، دیدن که حقیقتا آدمی وصیت کردگی پیغمبر هوای است. چون پیغمبر خدا گفتن که وقتی که وی میباید تو کفتش رو بین، در کفتش یک یره هست، یره خوب شده است، شفای یافته، اما ایزی هوای هست. هوای عامر ابن ویس القرنی است. وقتی که وی آمد پیغمبر خدا که وصیت کردن حضرت عمر وی رو جستجو کردن، پیدا کردن، بعد گفتن که در حق من دعا کن، چون که از پیغمبر شنیدم که تو خدمت ما همه کار را گذاشته، حتی حج را هم به تأخیر گذاشته، خدمت مادر خود کرده. از سبب خدمت مادر تا به جا آوردن، خداوند وعده کرده است که دعای تو را مستجاب میکند. بشارت به پیغمبر آمد، وحی به پیغمبر آمد، پیغمبر به این وصیت من کرد. در حق حضرت عمر دعا کرد. بعد حضرت عمر گفتن که اکنون به وطنت بر نمیگردی و یک جای نامعلوم میروی که آدم ها تو را گفتن در اونجا که آرام نمیمانند. خب این دوم مکافات، یکمش راضیگی خداوند، دومش قبول شدن چی؟ دعای همون فرزند که در خدمت پدر و مادر. سومین مکافات شخصانی که پدر و مادر راضی میکنن، این سبب بخشایش گناه همون فرزند است. یک روز جناب رسول الله صلی الله علیه و در مسجد نشسته بودند، صحابه نزد پیغمبر اومد با یک حال خیلی هم حال حیرت کننده، پریشان. گفت که یا رسول الله انی اذنبت ذنبا عظیما هل لی من توبه. ای پیغمبر خدا، گفت من بسیار یک کاری بزرگ، یک گناهی بزرگ کرده هستم که همون گناه گفتم به شما به شرم دارم، لیکن شما به من دستور دهید که کدام کار کنم که سبب بخشایش این گناه میشه. پیغمبر خدا که معلم بشریت بودن، معلم به حلم بودن، نپرسیدند که تو چی گناه کرده ای، نپرسیدند. این یک آداب نبوت پیغمبر است، برای که ما پیروان پیغمبر باید چنین آداب ها را از پیغمبر خدا. این پیغمبر خدا فهمیده گناه کرد، گناهش فاش نشود، گفته از وی نپرسیدن که چی گناه کردی. گفتن که گفتن که مادر زنده هست، گفتن نه مادرم از اون گذشته است. خالت زنده هست، خالم در عوض خالت مادر خدمت خالت تو گفتن گناهات بخشیده می شود. این حدیث به آن دلالت میکند که یعنی خدمت والدین پدر و مادر سبب بخشایش گناه و مکافات های بسیاری هست. از این مکافات ها یک دیگرش این هم این سزاوار جنت شدن است. پیغمبر خدا در جنت در آمدن آواز قرآن خوانی یک کس را شنیدن، چون که پیغمبر خدا در حدیث ها آمده است، روایت های صحیح است، گو در نماز جنت را میدیدن، گو در خوابشان جنت را میدیدن، در خوابشان جنت را دیدن که در جنت یک کس قرائت قرآن میکنه. بعد پرسیدن که این تلاوتی که است، یک صحابه را نامش گرفتن، پیغمبر خدا گفتن که فذالکم البر فذالکم البر فذالکم البر. بعد چیزهای مهم که می آمد، این خاص نبوت پیغمبری بود که تکرار میکردن همون چیزا سه بار.
وقتی که پیغمبر خدا گفتن که انا نیکویی پدر و مادر مکافاتش، نیکویی پدر و مادر مکافاتش، که این صحابه رو بینید که اینقدر پدر و مادرش نیکویی میکرد، مکافاتش در جنت و در جنت قرآن خوانی است گفته بشارت دادن. و درباره فضیلت یعنی پدر و مادر احترام کردنش با مکافات های بسیاری هسته. اکنون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و در آیات های قرآنی آداب معاشرت پدر و مادر هم بیان میکنن. حتی در آیات های قرآن خداوند دستور میدهد اینقدر پدر و مادر عظمتش بلند است که در همه حالت میگه خداوند ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه و تعالی در این آیات های کریمه آداب فرزند در نزد پدر و مادر بیان میکند. میگوید که وقتی که شما میگوید در همه حالت که هم باشید پدر و مادر نشستگی باشند، در نزد ویها آمده خود را یعنی خرسند نشان دید، خوشحال نشان دید. خسته شدگی باشیدم حتی اف نگویید که یک کلمه عادی هست که میبرد. حتی از اف گفتن، چون اف گفتن نشانی خستگی هست، در همون ذهن پدر و مادر شما چیز پیدا نشود که این فرزند ما خسته شده. ولا تنهرهما، چیزی که از تو میپرسند اگر خلاف شریعت نباشد، خلاف گفتی الله نباشد، گفتی و حال چاکن بجا بیار. و قل لهما قولا کریما، گرچند که به تو با خوب حال معامله، آدمی که مسافر شد که نازک میشد، آدمی که مسافر شد که بیتاب شد سخنهای وزینتر میگوید، در همه حالت ولا تقل لهما قولا کریما، و برابر سخنهای ما و قل لهما قولا کریما، یعنی چی گو سخنهای ملایم گو. و اخفض لهما جناح الذل، پروردگار میگوید که خود را در پیش پدر و مادر همین قدر خاکسار حساب کن که و مانند یک چیزی بی‌قدر. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و این چنین در همه حالت در حق ویها از طرف خداوند مغفرت پرسیده گو که پروردگار را پدر و مادر ما را مغفرت کن، چون که مرا در خودی هم کلام کرد. تشکر جاد استاد، تشکر. و من راستی سوال نوبتی من در مورد همین آیات های 23 و 24 سوره اسراء بود که خودتون الکی این چرا این آیات ها رو تفسیر کردید. خب حتی من خدمت های بالای سخن شما، دین اسلام دین اخلاق، دین تربیه است، دین آداب است. حکمتی پدر راضی خدا راضی، یا مثلا بهشت زیر قدمی مادران است، این حدیث پیامبر. یعنی این همه بی سبب گفته نشده است، به خاطر آنه که آفریدگار به ما تاکید کرده است که احترام والدان را پیش از همه بجا بیاریم. اما ما واقعیت امروز را میبینیم استاد، میبینیم که مثلا در خانه های پیران سالان در ما عادتی آنجا گذاشتنی نفرانی ساکنانی محلی یعنی تاجیکان اونجا مثلا دیده نمیشد، اما متاسفانه ما امروز میبینیم که امروز بیشتری مسکنانی گویم ساکنانی اون باشندگان اون منزل ها نفران کلانسال باشندگان محلی هستند که راستی هر لحظه که میبینید به اندیشه وادار میشید که مثلا در ما چی کم بودی رفت، یا مثلا یک چیزی دیگر است استاد. من میخواستم همین نکته رو یک بار از شما دو سوال شود. اصلا یک میگن که اون چی که میکنی حتما همون چیز رو میبینی. یک حکایتی هست، موسفید دیر و فرزندش میزد و موسفید هم میگریست و هم گریه میکرد و هم میگریست و هم خنده میکرد و پرسیدند برای چی میگریی، برای چی میخندی؟ گفت افسوس که زمانی بود که من نیز پدرم را چنین احوال داده بودم، یعنی زده بودم. و برای چی میگیری؟ هم به خاطر آن که او را زمان فرزندش با چنین حال میرساند. یعنی ما البته به عزت نفسی اون ساکنان رسیدنی نیستم، اما این واقعیت چنین شده است که مثلا ما اینقدر بی‌مهر شدیم، قدر ناشناس شدیم. حقیقتا سخنی که حاضر سوال دویم که دادید، دو سوال که پای در پای داده. سوال دویم
این طبق حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر خدا میگن که من خدم خودیم. اون شخصانی که خدمت پدر و مادر که میکنن خالصانه میکنن، ان شاء الله و حتما فرزندانشون خدمت وی رو میکنن. اما به قدر پدر و مادر نرسیدن، خدمت پدر و مادر نکردن، این برای آینده خود یک چاه کندن است. من حفر حفیره. از برای خاطر همین هم متاسفانه امروز ما مشاهده میکنیم. یک روز یک نفر اومد گفت که من حاضر از سببی که مرکز شورای علمای دین و در مرکز ولایت است، بعضی کس‌ها میآیند با بعضی سوال‌ها، بعضی چیزهایی که یعنی حزن انگیزن بیان میکنن. گفت من حاضر از یک جا اومدم، یک دوستم رو یک جا بردم اومدم، لیکن با یک سوال نزد شما مراجعت کردنی هستم که از اسلام عیناً همین سوال رو داد. من راننده تاکسی هستم، یک دوست دارم که با 7 نفر هستن و اینها شخصیت‌های ثروتمند هستند. من رفت از خرید کرد، اطراف 1000 تومان خرید کرد. رفتیم خانی کلان سالان، درآمد همونجا داد. از همونجا برآمد من به وی تشکر و رحمت گفتم که تو این خدر سخی هستی، از حال آدمانی کسانی که بی‌پرستار هستن نگاه میکنی. وی گشته شرم نداشته به من گفت که پدرم اینجیق شدن و یک کس رو همینجا آوردیم. به همین سوال در وقتی که باور کنید عائله ثروتمند، چند نفر برادرها مانندی که پدر اینجیق شدن، یعنی سیر گپ شدن، نازک شدن، نازک با اینجیق معنی نازک، وارد خانه کلان سالا ماندن. حالا آنکه وقتی غلبه را از آب برداشتن است، وقتی که پدر و مادر، خصوصا خداوند حالتی موسفی شدن پدر و مادر نازک شدناشون در قرآن بیان میکند. و این چنین مکافات چنین شخص هایی که در چنین وقتها خدمت پدر و مادر میکنند، مکافات وی ها را بیان میکند و این چنین عقوبات وی ها را بیان میکند. یک روز پیغمبر خدا رغیم عن فرجول، رغیم عن فرجول، رغیم عن فرجول 3 بار پای در پای در حق یک گروه آدم دعای بد کردند. چی گفتند؟ خاک بر دهانش، بر شیوه امروزی ما خاک بر دهانش، خاک بر دهانش. صحابه گفتند که کی است این انسان؟ پیغمبر خدا گفتند که من ادرک والدیه او احدهما ولم يدخل الجنه. کسی که در حالت کلان ساله پدر و مادرش می دریابد، در حالت نازک شدنش، یا که یک تیوه ها رو می یابد اما داخل جنت نمی شود. از این معلوم میشه است که طبیعت انسان است. وقتی که انسان کلان می شود و احتیاج به فرزند دارد و نازک می شود و بیمار می شود، گفته و شخصی گفته که انجیق می شود. لیکن در همین خیل حالت ها اگر پدر و مادر برده و چنین خانه های پرستار دیگر، شما جنت خداوند از دست دادگی هستید. از برای خاطر همین هم و بینندگان عزیز، البته چیز گفتنی هستم که در این دنیا انسان ابدی نیست، حیات نهایت دارد. کل نفس ذائقة الموت، هر یک چیز چشنده این مرگ است و عادی و ابدی نیست که شما ولی بگذارید. پیغمبر خدا در یک حدیث دیگر لعنت میکنند، لعنت به آن شخصانی که به گپ زن میدرآیند، به گپ فرزند میدرآیند و مشغول مال و ملک میشند و از اهتمام پدر و مادر غافل میشوند. لعنت خدا بر ویها. و چون این سخن من نیست، این سخن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اون وعید کرده گیرم، یعنی خاک بر دهانش گفته از زبان پیغمبر 3 بار پای در پر نازل شده است. این برای چنین شخصانی هست که پدر و مادر خود برده، یعنی در چنین جاها به صاحب میگذارند که از بسیار چیز، هم از سعادتی این دنیا هم از سعادت آخرت محروم میشوند. بله تشکر استاد. راستی بعد این سخنهای شما تنها یک حالتی را من میخواهم برای خودم و برای بیننده ها یادآور شوم. شما در خاطرتان هست که چند پیش اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به ناحیه های تابع مرکز
بازدیدکاری داشتند، اونجا با فعالان صحبتی داشتند و اونجا اگر در آینه نیلگون دیده باشید یک گروه فعالان هنرمندان که مصوران عکسی مادری پرزیدنت رو با خودشان اینی که مادر به فرزند دعای نیک دستی دعا برداشتن تحفه میکنند و بسیار با اندیشمندانه به توجه خاص نگاه میکنند و بعد به منبر برآمده مراجعت میکنند، میگن که با وجود اینقدر مثلا در مقام بلند کار کردن و همین شرایط رو فراهم آوردنم، من امروز میگم که خدمتی والدانم رو به اون چیزی که دلم میخواست من اجرا کردن نتوانستم. یعنی یک اندازه گویم کو آنها باشن که من توانم برای آنها بازم خدمت کرده باشم و اینقدر بسیار تاکید هم کردم، مخصوصا برای جوانان که تا جان در رمق دارید توانید که واقعا خدمت والدان خودتان را انجام داده باشید، زیرا آنها واقعا برای شما گوهری نایاب هستند. استاد عزیز، برای اشتراکتان به شما و برای شرح این موضوع و راستی من فکر میکنم اگر از حاصل همین برنامه اگر ما توانیم یک نفر را اصلاح کرده باشیم، فکر میکنم این برنامه در ذهن مردم در دل مردم کار کرده است. چون واقعا ما اصلا همین خلقی طبیعت انسانی چنین است، چون بیمار شدیم به قدر سلامتی میرسیم، چون عزیزی را از دست دادیم بعد میفهمیم که اون عزیز برای ما اینقدر واقعا عزیزی دل بود. تا اون فرصتی که جان در رمق داریم آنها والدان عزیزی مهربانی ما در قید حیات هستند، توانیم که خدمت آنها را به جا آورده باشیم. این برنامه چراغ هدایت بود. باقی به قضاوت شما. خدا نگهبان شما.